اومدینا؟ صدا سیما الان پیش منه تو جاده اصلی. اون جلو راهمون رو گرفتن، آقای پلیس گفت کجا داریم میریم. بخشدار چی؟ باید هماهنگی باشه. امتحان داریم. خب بیا تو نرگس نگران امتحان بود. حق داشت. ما دیر رسیده بودیم چون سر راه نیروی انتظامی ایستاد. نگو ما باید سوژه هایمان را نه فقط با آموزش و پرورش، نه فقط با کلانتری محل، از همه مهمتر با بخشدار عزیز هم چند بار چک می‌کردیم. کار بخشدار بود. من با این بچه‌ها قرار داشتم. بله. دیر رسیدن من سر قرار بیشتر نرفتم. حالا من خدمت شما عرض کنم که این قضیه رو که من پاسخ اعلام کردم، بعد بخشدار در مدح فرماندار فرمودند: نگاه آیه فرماندار با توجه به اینکه فرماندار محترم نگاه ویژه‌ای به حل مشکلات این خانواده‌های عزیز دارند و در جایی هم ایشون فرمودند که دانش آموزان. حالا من داشتم همه اینها را برای نرگس تعریف می‌کردم و اینکه تازه نشانی هم نداشت. مدرسه کجاست؟ مدرسه میره اون برای اما نرگس به من گوش نمیداد. میگفت بابام کم حرف میزنه چون حوصله نداره. تو ناشکری هم خوب نیست. بازم حداقل ریش اگه صدا نیاده بود بازم خوب، بازم بهتر بود. حداقل ظاهرشو زخماش فعلا خوب شده بود. برو تو، اگه خانم معلمتون گفتش که چرا دیر اومدی بگو با مدیرمون صحبت کردن، این خبرنگار رو صحبت کرده بود. تا نرگس اینها امتحان بدهند یک بار ماجرای سوختنشان را بچه‌ها تعریف کنند. امتحان ریاضی داشتیم. ما رفتیم داخل کلاس کیفمون رو بذاریم، زنگ کلاس خورد. بعدا میخواستیم بریم پای سبز. کاپشنش گیر کرد رو چراغ افتاد. چراغ همون جایی که یه روز قبلش نفت ریخته بود آتیش گرفت. همطور نفت میرفت اومدیم پنجره فرق پنجره اندازی گرفت نتونستیم. خوشکم زده بود، واقعا نمی‌کردن که ساخته بودیم. فکر می‌کردم قرار نیست که دیگه بود. کلاستون چی جور بود ماما؟ دوده زده بود؟ آره ماما، ما اصلا همون نمیدیدیم، هیچی اصلا نمیدیدیم. دو روز قبلش مانو زلزله بود. کپسول آتش نشانیمون تموم شده بود، برای مانو زلزله خرج کرده بودن. دانش آموزان مدرسه ابتدایی دروزن که به علت آتش گرفتن بخارگی نفتی دچار حادثه شده اند میگویند کپسول آتش نشانی مدرسه نیز خالی بوده. تا بچه‌ها سر کلاس امتحان می‌دهند بگذارید از کنار کپسول‌های پرخالی بگذریم، از کنار یادها و یادگاری‌های قدیمی بگذریم، از کنار تمام آن بخاری نفتی هایی که حالا در انباری است بگذریم. تا بچه‌ها سر کلاس امتحان می‌دهند برویم سراغ تک تک آدم‌هایی که بیرون کلاسند. اول رئیس آموزش و پرورش درودزن آقای آزادپور. بله، ما مادریار براشون گرفتیم که الان دیگه بچه‌ها چون کار شخصیشون رو خودشون میتونن انجام بدن دیگه این رو نداریم. سرویس گرفتیم که الان برقرار، سرویس دانش آموزا رو تا مدرسه میاره و میبره. کلاس های تقویتی الان داریم. راست میگفت، خدایی یک کارهایی کرده بودند. اینایی که دوستاتون اشاره کردن راهکارهای خیلی خوبی بود. مثلا پریسا گفت خوشرفتاری کنیم با دوستامون، فاطمه گفت مهربونی کنیم، نرگس گفت رفتارمون همراه با ادب و احترام باشه، مریم گفت که کمک کردن به دوستامون. یک کارهایی هم نکرده بودند. مثلا پدر یکی از بچه‌ها میگفت مشکل زیاد بنا به دستور رئیس جمهور که دستور داده بود قبلا دیگه خسارت اینا کامل پرداخت بشه، دادسرا آموزش پرورش محکوم کرد به پرداخت دیه که دیه اینا رو کاملا پرداخت بکنن، ولی متاسفانه آموزش پرورش زیر بار این دیه نمیده. هزار وعده و اینان یکی وفا نکنند. زارعی هستم، مسئول اداره حقوقی آموزش پرورش فارس. وفا بکنند. آقای زاری چند سال گذشته از این سانحه؟ از این سانحه حدود 5 سال. هنوز دیگه رو پرداخت نکردن؟ دیگه که مراحل خودش رو داره. هنوز پرداخت نشده؟ پرداخت هنوز که داره مراحل پایانی خودش میگذره. خب سیرش چطوریه به نظر؟
بعد دیدیم اینها که جواب درست و حسابی نمیدهند، رفتیم از ساکن طبقه نهم خیابان سپهبد قرنی سوال بپرسیم. 3 روز قایم باشک بازی بالاخره جواب داد و وزیر حاضر به پاسخ شدند. میدونید میخوام از چی بپرسم که آقای وزیر؟ بله. میخوام بپرسم چرا هنوز دیگه این بچه‌ها رو تو روستا ندادن که سوختن آموزش پرورش؟ در مصوبه دولت این رو گفتن که باید استانداری دیگه اینا رو بپردازه. آموزش پرورش هم دنبال میکرده. طبق آخرین اطلاعاتی که به من دادن حدود 1 هفته است که احکام اینا صادر شده. دادگاه حکم رو صادر کرده و باید پیگیری بکنیم تا انشاءالله استانداری بپردازه دیگه. پس ما را پاس دادند به استانداری. اما استانداری فارس در روزهای داغ خرداد اوضاعش دقیقاً اینجوری. اینجوری. یعنی استاندار رفته و سرپرست آمده و حالا اینها هم جمع شدند که این بابا را نمیخواهیم و کلاً یک وضعی. الان نرگس امتحانش تمام می شود و حالا اینجا از چه کسی باید درباره دیه بپرسیم؟ حالا یکی دیگر از پدرها میخواست این 8 نفر بیمه تأمین اجتماعی باشند تا مخارج درمانشان هم تأمین شود. چون اینا 2 نفرش پسره، 6 نفرش دختره. ما دوست داریم که اینا برن زیر نظر تأمین اجتماعی. یعنی حساب بکن که آموزش و پرورش 8 نفر کارمند اضافه شده، هیچ تأثیری هم روشون نمیذاره. به همین سادگی. این را از حافظی رئیس تأمین اجتماعی پرسیدیم. یک چیزهایی گفت و آخرش گفت ساده است، میشود. عزیزانمون در وزارت آموزش پرورش بایستی طرح موضوع بکنن، درخواستش رو و تقبل هزینه‌اش رو اعلام بکنن رسما، خطاب هیئت محترم دولت، مصوبه رو از هیئت محترم دولت داشته باشیم، ابلاغ بشه به سازمان تأمین اجتماعی. عملیات رو ما شروع می‌کنیم و مشکلی برای اجرا نخواهد. فقط نمیدانم چرا این دیه و این بیمه که الان روی هوا و در زبان این آقایان در عرض 10 ثانیه حل شد، این 5 سال چرا روی زمین مانده بود؟ من یاد زیبایی سامانه که میفتن خیلی اعصابم خورد میشه. نگاه عکسای سامانه که میکنم خیلی. بچه‌ها باید چند سال دیگر بزرگتر شوند تا وقت عملها برسد. پزشک‌ها امیدوارند. امروزه روز پیشرفت‌های علمی این افراد 70 تا 80% میشه به شرایط ایدئال قبلی از لحاظ چهره، از لحاظ ظاهر و از لحاظ عوارضی که توی انداماشون ایجاد شده به شرایط قبلی اینها رو نزدیک و شاید توی سالهای آینده با پیشرفت‌هایی که داره پیش میاد بشه کمک‌های بیشتری هم به اونا کرد. پسرها هم 2 نفر بودند که سوخته بودند. عشق فوتبال. داشتیم بازی کردیم، لحظه آخر یک گل زدم مثل مسی. یک نامه‌ای نوشته بودند به رئیس جمهور که زمین فوتبال می‌خواهند. این روستا فوتبالیست‌های خوبی دارد و اگر در این روستا سالن فوتبال، اما شاید حالا مهمتر از این که زمین فوتبال داشته باشند یا نداشته باشند این است که مسئولین آینده این بچه‌ها را به هم پاس ندهند، شوت نکنند، اوت نزنند. امتحان بچه‌ها هم تمام شد. همه سوال‌ها را اینها جواب دادند. اسمم مامان بزرگم گذاشت نرگس.